برداشت اول. زاویه خوبه؟ اوه سلام، ما امروز میخوایم پینو درست کنیم ورژن خونگی با روزا. به عنوان دوتا مهاجر مستقل که دلشون پینو کشیده ما امروز قراره پینو درست کنیم. آره حالا دقیقا اون شکلی نمیشه ولی خوشمزه. به نیت پینو میتونید بخورید. راجع به چی صحبت ما معمولا راجع به چی صحبت میکنیم؟ ما در مورد چیزایی صحبت میکنیم که نمیخوایم با بقیه شیرش کنیم. نه جدی ما واقعا راجع به چی صحبت میکنیم؟ ما در مورد اتفاقایی که تو زندگی میفته دیگه. چی اتفاقا من میگم کاش موسیقی میداشتیم. خشن. این کاری بود که دارم میخواست با مسئول سامانه یا کوست دانشگاه JKU انجام بده. خب یه بسته جدید در میاریم. من مثلا کاری بکنم تو تو دنیای واقعی هم کاری نمی‌کنی. حالا مثلا من تو فیلم من یه من چیزم واقعیت خودتون نشون بده. میخوام مثلا میخوام کاری کنم اشغالا رو بنداز تو صورت. دستتون رو قبلش بشورید من شستم. چه که سگ داره همش رو ساعت داره. مردی که بعد فاز گرفت دستشو رفت کن با عواز معلوم شده عمرش باید به یه دونه اینجا الان این وسط بگیم کالباس. پروسه چیزی که خیلی مهمه. همراهی خوبه مثل من. خیلی دقت لازمه توی این مرحله. هر چقدر خورش هم اندازه تر یعنی که شما تمکنتون بیشتر. شما وقتتون رو بیشتر حروم میکنید نه در چیزای مفت. نه راستش بحث دقتش نیست. ما چاقومون کنده یکم با سیاست فشار بدیم. دوستان در این وسط منشن کنم که بابا برو تولد منم هست و ما این غذا رو به عنوان غذای تولد من داریم درست من 5 روز این کودکان کار تو آشپزخونه‌ام بخاطر تولدتون. نه ولی واقعا اگه کسی پینو خورده باشه اینو بخوره فرقشو نمیفهمی. آره یعنی به خدا اگر بحث خمیرش نبود نه اصلا اگه بحث خمیرش نبود قیافش هم والله اگه می‌ریزن. به نظر من چون خمیر پیتزا نیست و ما با نون تورتیلا این کارو انجام میدیم. آره اگه خمیر پیتزا ولی خب ما واقعا دیگه اینقدر بیکر نیست. کره دو پهلو بود. هم غذا کره است هم کره بگو هم این مرحله کره. با یه کاری بده منم بکنم. نگفتی چقدر یعنی تو خودت جورت نمیرسه. گفتی کره بازیه منم بابا من گوه خورده باشم. ببین الان بیا قبلا من کره به مقدار لازم. آهنگ دوست داری باشه تو ولاگت؟ نه اصلا. خب پس چرا تلش کردی؟ نمیتونم چی بود ببخشید. سلیقه من این نیست. کره. خب به یک چیز هم میان سری میگه آن دارید. ولی خب شما اگر که میتونید پنیر پیتزا بگیرید و خودتون درست کنید. ما نمیتونیم. ما اصلا حوصله‌مون نمیشه واقعا برای این کار. خیلی حوصله‌مون خواهد واقعا. ولی ما امسال خیلی داریم غذا درست می‌کنیم. آره اتفاقا الان اخیراً به نظر من ویژن بورد چیز خیلی بدی نیست. حالا نمیدونم بحث اینه که مثلا تو یه چیزی رو مینویسی یه جایی یاد مثلا داری بهش فکر می‌کنی و بعد هر روز جلو مثلا بهش چشمت نه من احساس کنم اینا مسخره بازی الکی. نه من میگم یه چیزی که تو مثلا ویژن بورد که اکثر هر روز می‌بینی جلوش واقعا بالای سر تخته خوردنی نقطه‌ای که به تو هست هیچ وقت بالای تخت تو هیچ کی نمیاد. ولی چون که یه دفعه اووردش روی چیز اول سال اینطوریه که دیگه تو ذهنت اومده که آره این کارا رو بکنم. تو فقط انگار ناخودآگاه بهش بیشتر توجه می‌کنی. آره تمام 5000 تست می‌کنی که این مسموم نشه. یک کوچیکک کچاپ
دفعه نون. و شاید هم براتون سوال پیش بیاد که چرا ما اول پاییز اینقدر واسه گرم میشیم. چون اینجا واقعا سرده. خیلی سرده هوا. فنلاند اینقدر سرد داره. یه فکت جدیدی که ما تازه فهمیدیم و من دوست دارم با بقیه شیرش کنم اینه که اون آفریقا مثل آفریقا نه اینکه اون اون روستایی که مال بابا نوئل توی فنلاند تو میتونی بری ثبت نام کنی اونجا واسه اپلای کنی. آره میتونی بری اپلای کنی و در واقع البته خیلی جدیه ریجکت میکنن. ما الان دوستانی داشتیم که اپلای کردن و ریجکت شدن. بعد اتفاقا قدشون هم استاندارد الفا، یعنی قدی کاملا منطقیه که فقط الف اگه کوتاه بود. آره الفا کوتاه. پنیر پیتزا خیلی کره ریختم تو اون روز روزا داشت همین رو دقیقا درست میکرد و من اومدم از بالای کابینت بالای سر یه چیزی بردارم و زیر لیوانی مقوایی افتاد توی مایتابه که رو اشتاق بود. زیر لیوانی سرخ شد. پنیر پیتزا کف بعد چیز داشتم میگفتم حساسم که همه چیز خیلی نواف باشه. به نظر من در خدمات ارزنده بهش میگن OSD گوته نه آیت بهش میگن میدونی چه میگن؟ وسواس فکری. OCD میدونم چی OCD بهش میگن OCD. حالا خیلی مهمه یه نفر که دقت بالایی داره باید کالباسا رو از هم دیگه باز کنه. دروغایی که من بهش میگم تو چون خیلی با دقتی حیف میشی توی این پست. بهتره شما برید سراغ پست‌های مدیریتی و نظارتی. من یه سری دیگه آموزش خورشت بادمجون براتون میذارم و اون موقع میفهمید که آشپز واقعی کیه. بچه اون سریاله. حالا دوباره یکم سس ولی خیلی نه. فقط کچاپ ریختی؟ نه از اونم ریختی؟ یکم سر کریم. میریم لایه بعدی پنیر پیتزا. 20 گرم پنیر پیتزا رو تو این بکنی، یعنی که ما تقریبا 1/5 این پنیر رو نمیخوایم. توسته لایه آخر میاد رو یه نون دیگه اومد رو هم روی این 2-3 کیلو پنیر. فقط بیاره چه نشون بده گلاتون یکم احساس کنم داره ته میگیره. بوش داره میاد. مثلا ما غذا میگیریم، غذا سفارش میدیم و بعد مثلا روزا غذای خودش طعم خودش رو میخوره تموم میشه میره و مثلا من معمولا همیشه یکم غذا اضافه میارم و اینو میذارم توی باکسش، مثلا تو باکس هر چیزی که هست میذارمش توی یخچال و بعد صبح پا میشم به امید اینکه مثلا یه پیتزای یخزده خیلی خوشمزه توی یخچال دارم که میتونم به عنوان صبحونه بخورم و بعد میبینم که جعبه خالیه به خاطر اینکه روزا غذاهای منو میخوره. همه این کارا رو میکنه. کی گفت همه این کارو میکنه؟ بعد جعبه رو هم نمیاره بیرون، جعبه رو دوباره خالی میذاره داخلی که من به این مریضی روانیه که تو میخوای ببینی من با 1000 امید میرم اون جعبه رو برمی‌دارم جعبه خالیه. ببین من این سری که ایران بودیم که برگر تو خوردم ببین یه جوری از اون برگر من لذت بردم و اصلا حتی یک لحظه هم پشیمون و شرمنده نبودم از کاری که کردم. یعنی فرداش من خیلی عذابش داشتم. فرداش که داشتم این حرفا رو میزدم میگفتم که آره مثلا واقعا عذاب وجدان داشتم. ببین نگاه لحظه اول داشتم ولی انقدر دلم میخواستش که وقتی که خوردم نگاه فقط اون لحظه واسه همینم همش خنده رو لبم بود. فقط یادم میومد به اینکه من چقدر حال کردم از خوردن اون غذا و حتی اگر 10 بار دیگه برگردیم عقب من بازم اون کارو میکنم. واقعا برات متاسفم. غذا آماده است. چی باید تا بر بلند میکنی؟